سلام و درودی به پایان به یکایک شما بینندگان عزیز و ارجمند. در برنامه خبری و تحلیلی پیام نیوز شوکتی محمد با شما هستم. حالا توجه کنید به سرخط موضوعهای امروزه. فرار فیل از مورچه. چرا نماینده حزب خلق دموکراتی تاجیکستان از دیبات با نماینده حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان گریخت؟ در فرخار اگنتی بهداشت زمین و آبیاری تا به امروز جهتی برطرف سازی کارناشایمی زمین یگان چاره ناندیشیده است. وزارت خارجه تاجیکستان اعلام کرد که قرقیزستان برخی توافق‌های قبلی با تاجیکستان را جهتی علامتگذاری و معین کنی مرز اجرا نمی کند. تاجیکستان در رده‌بندی نوشده سپید تست گلوبال ایندکس آید به سرعت اینترنت یک زینه پایان رفت. فراری نماینده حزب حاکم خلق دموکراتی تاجیکستان از مناظره یا دیبات با معاون رئیس حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان که امروز رسانه‌ای شد، در ظاهر یک حادثه کوچک و قابل توجه جدی نیست، ولی در اصل این فرار بیانگری نه تنها سطح سواد سیاسی حزب حاکم بلکه سطح وزن واقعی آن در جامعه است. این فرار تنها از دانشمند مثل شاکر حکیموف، حقوقشناس توانا و دیپلمات ورزیده نیست که حزب حاکم هرگز در صفش یا حداقل سطح رهبریش مثل او را نداشته است، بلکه فرار از چشمهای مردم است تا ضعف، ناتوانی، بیسوادی رهبریت، ساخته بودن همه نشان دهنده های این حزب و بالاخره یک پوفک دم کرده شده بودن آن پنهان داشته شود. نواری مشهور را که بعداً با شبکه نمی شود نام گرفت به خاطر آرید. درباره انجمن میخواستم بپرسم که درباره انجمن میخواستم پرسم از شما چی مسئله بررسی شدن؟ این خیلی معلومه که زنم معلومه بیاد شما چند جمله کدام مسئله بررسی شدن؟ یک چی پرسیم درباره انجمن کدام مسئله بررسی شدن؟ چی نویگری شد؟ کم تدالین بالا چیست درباره انجمن که کدام مسئله درباره انجمن میخواستم بپرسم. شبکه چی کدی نمیشه؟ نه شما وکیل هستید؟ بخشش کم تام وقتم. نه من یک چیز که شما چهره جوان این حزب هستید، همین چی چیز شما رو به همین حزب آورد؟ خوش می‌نم چند جمله که چی چیز شما رو به همین حزب آورد؟ وقتم کم است. تشکر زیاد. میندار. ما این همه خیلی میمونیم در افیر آخر شما خیلی نمیتونید برای چی حزب ما انتخاب کردید؟ کم وقتم. یک چیز پرسیم از شما. التماس همین ما این نوار چند دقیقه‌ای نه حقیقت زیادی را از حزب حاکم به نمایش گذاشته است. خودتان دیدید که از ده ها نفری که خبرنگار خواهش کرد به چند سوال پاسخ دهند، حتی یک نفر پیدا نشد نزد میکروفون ایستاده صحبت کند. البته نمی شود این را تنها به بیسوادی کلی همه وکیلان انجمنی حزب خلق دموکراتی تاجیکستان بستگی داد. شاید چند نفر از آنها می توانستند با خبرنگاران رد و بدل کنند. سبب اصلی فرار از خبرنگاران را هم یکی از آنها خواست یا ناخواست بیان کرده گفت که از صحبت با خبرنگاران منع کردند. نامزدها کی هستند؟ اجازه دادم. شما اینترویو نتیتون کرد. من رئیس حزب اجازه نکردم. شما کارمند مقامات قدرتی نه شما مالش نامزدها کیا هستن؟ نامزدها به وکیلی مجلس نمایندگان کیا هستن؟ منعتان کردند؟ بسیار خوب. اما چرا منع کردند؟ افسانه جادوگری شهر زمردگون را خوانده اید؟ در آن گودوین جادوگر که خود را بسیار بزرگ و توانا نشان میداد، همه ساکنان را مجبور به گرفتن عینک‌های سبز میکرد تا همه چیز در نظرشان زمردگون نماید و پندارند که
شهر از زمرد خالص ساخته شده است. بزرگی پیشوا و توانایی حزبش هم مثل همین است. به چشم مردم عینک‌های رنگارنگ از تبلیغ و تعریف دروغ پوشانده‌اند تا مردم فکر کند که پیشوا یگانه عالم و حزبش پرقدرت‌ترین حزب است که هیچ حزب و گروه دیگری به آن حتی نزدیکی کرده نمی‌توانند. 500,000 اعضا با رهبری خیرتمندترین خیرتمندان، پیشوای ملت، اساسگزار صلح و وحدت ملی، جناب عالی محترم امام علی رحمان، حتی تیتولش از تیتول گودوین جادوگر درازتر و واهمه‌ناکتر است. همه عالمان اکادمی علوم و دیگر مرکزهای علمی، معلمان دانشگاه‌ها، پروفسوران و دکترها اعضای این حزبند. با پارلمان هم چند عالم و استاد دانشگاه را پیشبری کرده‌اند. تمام اعضای حکومت و کارمندان ساحه‌های بودجوی به این حزب تعلق دارند. اما از این ارتش بزرگی عالمان و سیاستمداران یک نفر پیدا نمی کنند که بیاید با شاکرجان حکیموف بحث کند. زیرا اینها همه یک لختکند. پا کجا رفتن یا نرفتنشان را هم زاچه باز معین میکند. معنای دبات چه است؟ یعنی معنای دبات و طرف خود مویل کردن انتخاب کننده است که در تاجیکستان همه میدونن که این ضرورت و مخصوصا به حزب خلقی دموکراتی به این ضرورت ندارن و مسئولان حزب خلقی دموکراتی الکی میدونن که کی میگذرد، کدام با نام و نسب و فایزش معلوم که کی میگذرد. پس ضرورت به شرکت در دبات اگر از بالا حکم از شخص اول از رئیس حزبشون حکم بی‌واسطه نشود که به خاطر به چشم مردم خوب پوشیدن شرکت کنید، البته که به حکم از بالا اونها ضرورت شرکت را ندیدن و علاوه بر این اونها حزب سوسیال دموکرات را حتی به نوبت هم نمیگیرند، چون برای حزب سوسیال دموکرات اونا جای از ابتدا جدا نکردگی در مقابل با 4 حزب باقی مانده شاید یک جایی دو جایی الکی جدا شده است و شرکت کردن با حزب سوسیال دموکرات در یک دبات انتخاباتی برای خودشون ضرورت نشد. به گفته های علیم شیرزمانوف علاوه من این است که این از دبات گریزی در حالی که تمام اچسکه های انتخاباتی را کلاً غصب کردند و امکانی با تقلب 120% آواز گرفتن به حزبشان را دارند، اما به یک حزب کوچکی که قبلا 8,000 اعضا داشت و حالا بعد فشار و حبس‌ها شاید 3,000 هم نداشته باشد صدها مانع ایجاد میکنند تا نتواند ترغیبات انتخاباتی برد. میدونید چرا؟ زیرا اگر تمام دانشمندان را مقابل یک نفر جمع کنی ولی آنها سیاه را سفید، فقر را سیری و پوری، خرابی را آبادی، دزدی را سخاوت، خیانت را صداقت نامند، نمیتوانند پیروز شوند. برعکس این یک نفر رقیبشان مثل شاکرجان حکیموف میتواند به مردم نشان دهد که میتوان عینک ها را از چشم گرفت و حقیقت را دید. این بود که زید سیدوف، بزرگمهر یاروف، محمد علی حیید، سید عمر حسینی و ده‌های دیگر را زندان کردند. حزب نهضت اسلامی تاجیکستان را بستند. نیمی مردم کشور را تروریست افراطی اعلان کردند تا عینک های چشم مردم باقی ماند. این است که از مناظره و بحث فرار می کنند.
یک ارتش 500,000 نفری یک نفر را پیدا کرده نمیتواند که در مقابل شاکرجان حکیموف به میدان آورد. یک فیل با نام حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان از یک مورچه با نام حزب سوسیال دموکرات فرار میکند. میدونید چرا؟ زیرا فیل کاغذی است. این فیل کاغذی واهمه دارد که تمام تاجیکستان را در پشتارش گرفته میتواند، اما قدرت یک کودک ملت را هم پشتاره کردن ندارد. این است که ملت این فیل کاغذی را حالش را به خودش حواله کرده به چهار طرف دنیا پراکنده شدند. نیم زیاد مردم کشور در غربت به سر میبرند. به انتخابات 10 روز مانده است، نه کسی پروای انتخاباتش را دارد و نه پارلمانش را. از آن خبرهایی که ما داریم حتی در تاجیکستان در این باره نه شعاری هست و نه یک تبلیغاتی هست و قسم زیادی مردم هم چنین یک میگویند که فایده ندارد یا که با یک آوازدهی من چیزی تغییر نمی‌یابد. مهاجران هم قسم زیادی اونها که کار میکنند و نمیتوانند که در این انتخابات اشتراک کنند، هرچند که این روز استراحتی می باشد، ولی متاسفانه مهاجران ما قسم زیاد کارهای اساسی اونها در این روز استراحت میآیند که و اونها نمیتوانند که در این اشتراک کنند و این چنین برای اومدن اشتراک کردن مبلغ لازم است، مبلغی که اونها ما چنین میدونیم که یک قسم شاید که حجت‌هایشون درست نباشند و برای اومدن و آوازی رفتن اونها باید که از مبلغی از 1000 تا چند هزار با صرف کنند و از این جهت آنها بهتر میدونند که این مبلغ رو به خانواده خود فرستند. اصلا شهروندان ما برای پیشبرد زندگی هجرت میکنند، در مهاجرتند. قسم دیگر نمیدونند که در کجا رفته آوازهای خود را دهند. قسم سوم باشد از این انتخابات به خود یگان منفعت نمیبینند. شاید از این لحاظ این آنقدر چی نیستند، فعال نیستند. انتخابات مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان اول ماه مارس سال جاری برگزار می شود. در این انتخابات 7 حزب سیاسی تاجیکستان که بجز حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان باقی مانده را اکثریت کیسگی می دانند، برای 63 کرسی وکیلی در پارلمان سبقت خواهند کرد. حالا مختصر چند خبر و رویدادهای دیگر را در گزارش همکارم صفیه بشنوید. تاجیکستان در رده‌بندی نو شده سپید تست گلوبال ایندکس اوید به سرعت اینترنت یک زینه پایین رفت و در موقع 133 قرار گرفت. رده‌بندی با تکیه به معلومات ماه ینوری سال 2020 ساخته شده است. سرعت اینترنت موبیلی در تاجیکستان تنها از 6 کشور در جهان بهتر بوده، بین 140 کشور دنیا که به رده‌بندی وارد شدند زینه 133 را اشغال می‌کند. در زینه آخرین رده‌بندی فلسطین جایگیر شده است. در رده‌بندی سرعت اینترنت ناقلی که 176 کشور را فرا گرفته است، تاجیکستان در مقام 109 قرار دارد. در این رده‌بندی ترکمنستان مقام آخر را اشغال کرده است. در ناحیه فرخار 1640 گکتار زمین در حالت غیر ملیوراتیوی قرار داشته است. در این باره رحمتزاده رستم رئیس ناحیه فرخار در نشست مطبوعاتیش معلومات داده گفت که از جانب اگنتی بهداشت زمین و آبیاری تا به امروز جهت برطرف سازی اروزیای زمین یگان چاره اندیشیده نشده است. رحمتزاده افزود که در برابر این با سبب کهنه و فرسوده شوی از 36 نساسی آبکش عین حال 16 تاش کار ناشایم است. برای خرید قسم‌های احتیاطی و از تعمیر کپیتالی برآوردن آنها مبلغ نمی‌رسد. از این لحاظ مساحت زمین‌های غیر ملیوراتیوی سال به سال در ناحیه فراختر می‌گردد. در ضمن رئیس حکومت ناحیه فرخار تاکید بر این کرد که سال گذشته در ناحیه به مبلغ 838 میلیون و 72600 سومانی محصولات کشاورزی استحصال شده است. در زمین‌های للمی و تل و تپه‌ها 155 گکتار باغ و 2 گکتار تاکزار بنیاد گردیده است. با سبب باریدن برف و سرد شدن حرارت هوا در راه اتومبیلگردی دوشنبه چناق که از سطح بحر در بلندی 2600 متر قرار دارد، بنیاد 3 دالان ضد ترموی موقتا قطع شد. عین زمان در اینجا از جانب پیمانکار دیگر کارهای ساختمانی ادامه دارند.
дар ин бора зафар шарифзода, директори муассисаи давлатии маркази татбиқи лоиҳаи таҷдиди роҳи автомобилгарди Душанбе Чаноқ зимини нишасти матбуотӣ хабар дод. ба гуфтаи ӯ дар ҷумҳурӣ ҳамагӣ 18 долони зидди тармавӣ сохта мешавад, ки барои ҳифзи аҳолӣ нигаронида шудааст. ҳар кадоми онҳо бо дарозии беш аз 100 метр бунёд гардида, дар долони 2 ва 3 сохтмони роҳҳои муваққатӣ ба анҷом расид. инчунин васли қубурҳо, пӯшонидани қисмати болоии долонҳо бо масолеҳи обногузар ва поягузории онҳо иҷро гардиданд. ёдовар мешавем, ки авоили моҳи январи соли ҷорӣ ҳукумати Тоҷикистон ба вазорату кумитаҳои дахлдор супориш дода буд, ки барои бунёди долонҳои зидди тармаӣ дар шоҳроҳи Душанбе, Хуҷанд, Чаноқ сармоягузор пайдо кунанд. мебоист барои сохтмони ин долони зидди тармавӣ бо ҳисоби ҳукумат ҳудуди 54 миллион доллар маблағ дарёфт карда мешуд. ин ҳам дар ҳолест, ки роҳи Душанбе Чаноқ ягона роҳе, ки ҷанубу шимоли кишварро ба ҳам мепайвандад, пулакӣ буда, маблағи даромади он ба ширкати офшорӣ ирс меравад. ин ширкат тибқи иттилои манобеи зиёд ба Ҷамолиддин Нуралиев, шавҳари духтари раисҷумҳур Озода Раҳмон тааллуқ дорад. вазорати хориҷаи Тоҷикистон эълом кард, ки Қирғизистон бархе тавофуқҳои қаблӣ бо Тоҷикистонро ҷиҳати аломатгузорӣ ва муайянкунии марз иҷро намекунад. дар ин бора Сироҷиддини Муҳриддин, вазири хориҷаи Тоҷикистон, дар нишасти матбуотиаш хабар дода гуфт: гурӯҳҳои хосе дар Қирғизистон авзоро таштид мекунанд ва ин мавзӯъ бар иҷрои тавофуқномаҳои ба дастомада дар 16 соли гузашта таъсири манфӣ мегузорад. вазири хориҷаи Тоҷикистон гуфт, тарафи Қирғизистон протоколҳои мувофиқатшудаи қаблиро дар чорчӯби комиссияи таъини маҳдудиятҳо ва мушаххас шудани марзҳои давлати Тоҷикистон ва Қирғизистон имзо намекунад. вазири хориҷаи Тоҷикистон таъкид кард, танҳо бо иҷрои саҳеҳи тавофуқоти ҳосилшуда метавон натоиҷи матлубе ба даст овард. гуфтанист, бахши марзии давлатии Тоҷикистон бо Қирғизистон мураттабан ба маҳалли даргирӣ байни мардуми маҳаллӣ ё марзбонони ду кишвар табдил шудааст. далели аслии ин даргириҳо номушаххас будани манотиқи марзӣ байни ду кишвар аст, ки маълум нест марз дар куҷо қарор дорад. тамошобинони арҷманд, инҷо ниҳояти барномаи имрӯзаи мост. барномаҳои дигари радиои мо ва матлабҳои моро дар пойгоҳи payom.net ва шабакаҳои иҷтимоӣ пайгирӣ кунед. интизори пешниҳоду мулоҳизаҳо ва ҳамкориҳои шумо ҳастем. خیر تا روز دیگر. السلام علیکم و رحمت الله. رادیوی پیام، صدای جدید در فضای اطلاعات. نصب ضمیمه نوی رادیو پیام در اپل و اندروید برای تلفن‌های همراه و لوح‌های الکترونی، پلانشت به شما امکان می‌دهد که 24 ساعت تازه‌ترین و دقیق‌ترین خبرها، تحلیل‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، برنامه‌های دینی و فرهنگی، قصه‌های جالب و شنیدنی، گفتگوهای مستقیم با سیاستمداران، کارشناسان و ضیائیان را بشنوید. با ما باشید. رادیوی پیام، همسفر به سوی زندگی بهتر. در تمام دنیا روی رسانه اینترنتی رادیو پیام نقطه نت